بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در اینجا نگاه کنیم، اگر در بالای الف خط راست است، این خط راست زبر است و این زبر نه آواز ا بلکه آواز آ را میدهد، آواز آی دراز را میدهد و در بالای نون نه ساکن و یا نه تشدید قرار دارد. به همین خاطر هر کدام حرف ها علاهیدگی خوانده می شود. الف زبر آ، نون زبر نه، آ نه. در اینجا الف با زبر او، نون زبر نه، او نه. در اینجا یک قاعده دیگر هست. هر وقت که پیش از حرف واو اشاره پیش آید و در بالای واو بجز ساکن، تشدید، زبر، زیر و پیش نباشد، حرف واو آواز اوی دراز رو میگیرد. الف با واو پیش او، نون زبر نه، او نه. اینجا الف با یا زبر ای، نون زبر نه، ای نه. هر وقت که پیش از حرف یا زیر آید و در بالای یا علامت های پیش، زبر و زیر نباشد، یا آواز ای دراز را میگیرد. الف با یا زیر ای، نون زبر نه، ای نه. در اینجا الف زبر آ، نون دو پیش نون، آنون. باید ذکر نمایم که هر کسی که این را میخواند اهمیت جدی دهد. هر یک قطار به مانند قطار پیشینه است. تنها حرف در اینجا عوض می شود. خیلی که در بالا گفتیم الف زبر آ، نون زبر نه، آنه. در اینجا ب الف زبر با، نون زبر نه، با نمی شود. قاعده دیگر این است که هر وقت که الف با کدام حرف بیاید و در بالای الف زبر، زیر یا پیش نباشد، الف با آن حرف همراه شده آواز آ با آن حرف علاوه می شود. یعنی که هرچند که در بالای حرف زبر هم که باشد، وقتی که با الف که آمد آواز آ را می گیرد. یعنی که ب الف زبر با می شود. ب الف زبر با، نون زبر نه، با نه. ب با زبر باو، نون زبر نه، باو نه. ب با پیش بو، نون زبر نه، بو نه. ب با یا زبر بی، نون زبر نه، بی نه. ب با یا زیر بی، نون زبر نه، بی نه. ب الف زبر با، نون دو پیش نون، با نون. ت الف زبر تا، نون زبر نه، تا نه. ت با زبر تو، نون زبر نه، تو نه. ت با پیش تو، نون زبر نه، تو نه. ت با یا زبر تی، نون زبر نه، تی نه. ت با یا زیر تی، نون زبر نه، تی نه. ت الف زبر تا، نون دو پیش نون، تا نون. ث الف زبر ثا، نون زبر نه، ثا نه. ث با واو زبر ثو، نون زبر نه، ثو نه. ث با واو پیش ثو، نون زبر نه، ثو نه. ث با یا زبر ثی، نون زبر نه، ثی نه. ث با یا زیر ثی، نون زبر نه، ثی نه. ث الف زبر ثا، نون دو پیش نون، ثا نون. جیم الف زبر جا، نون زبر نه، جا نه. جیم با واو زبر جو، نون زبر نه، جو نه. جیم با واو پیش جو، نون زبر نه، جو نه. جیم با یا زبر جی، نون زبر نه، جی نه. جیم با یا زیر جی، نون زبر نه، جی نه. جیم الف زبر جا، نون دو پیش نون، جا نون. در اینجا ما همه حرف ها را به زیر نوشت آوردیم. بعد خواندن هر کس می تواند خود را در حالت به زیر نوشت بودن بسنجد.
حال زبر ها نون زبر نه حانه. حی با زبر حو نون زبر نه حونه. حی با پیش حو نون زبر نه حونه. حی با زبر حی نون زبر نه حینه. حی با زیر حی نون زبر نه حینه. حال زبر ها نون دو پیش نون حانون. خیال زبر خا نون زبر نه خانه. خی با زبر خو نون زبر نه خونه. خی با پیش خو نون زبر نه خونه. خی با زبر خی نون زبر نه خینه. خی با زیر خی نون زبر نه خینه. خیال زبر خا نون دو پیش نون خانون. دال ال زبر دا نون زبر نه دانه. دال با زبر دو نون زبر نه دونه. دال با پیش دو نون زبر نه دونه. دال با زبر دی نون زبر نه دینه. دال با زیر دی نون زبر نه دینه. دال ال زبر دا نون دو پیش نون دانون. دال ال زبر دا نون زبر نه دانه. دال با زبر دو نون زبر نه دونه. دال با پیش زو نون زبر نه زونه. دال با زبر زی نون زبر نه زینه. دال با زیر زی نون زبر نه زینه. زال ال زبر زا نون دو پیش نون زانون. ری ال زبر را نون زبر نه رانه. ری با زبر رو نون زبر نه رونه. ری با پیش رو نون زبر نه رونه. ری با زبر ری نون زبر نه رینه. ری با زیر ری نون زبر نه رینه. ری ال زبر را نون دو پیش نون رانون. در اینجا به زیر نوشته آمده است برای خودسنجی.